یه روز یه کشیش به یه راهبه پیشنهاد میکنه که با ماشین برسوندش به مقصدش. راهبه سوار میشه و راه میفتن. چند دقیقه بعد راهبه پاهاشو روی هم میندازه و کشیش زیر چشمی یه نگاهی به پاهای راهبه میندازه. راهبه میگه پدر روحانی، روایت مقدس 129 رو به خاطر بیار. کشیش قرمز میشه و به جاده خیره میشه. چند دقیقه بعد بازم شیطون وارد عمل میشه و کشیش موقع عوض کردن دنده بازوشو به پای راهبه تماس میده. راهبه باز میگه پدر روحانی، روایت مقدس 129 رو به خاطر بیار. کشیش زیر لب یه فحش میده و بیخیال میشه و راهبه رو به مقصدش میرسونه. بعد از اینکه کشیش به کلیسا برمیگرده سری میدوه و از توی کتاب روایت مقدس 129 رو پیدا میکنه و میبینه که نوشته به پیش برو و عمل خود را پیگیری کن، کار خود را ادامه بده و بدان که به جلال و شادمانی که میخوایی میرسی. تا یادت نرفته چنل رو ساب کن.